در این قسمت از برنامه میخوام خواهش کنم از خانم ستایش امیرفر شعری از استاد رو برای ما خوانش کنم. خیلی متشکرم. سلام و درود فراوان خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما عزیزان. ستایش امیرفر هستم. از کودکی همراه مادرم خانم سهیلا حسن‌زاده به منزل استاد مظاهر مصطفی میرفتیم و یا ایشون به ما افتخار میدادن و به منزل ما تشریف می آوردن و به من اجازه میدادن که در حضور ایشون شعری رو از حفظ بخونم و همینطور برادرم هم سنتور بنوازن. به همین دلیل به یاد اون روزهای شیرین و پرخاطره میخواستم که از شما اساتید بزرگوار کسب اجازه کنم که شعری رو که در کتاب 30 پاره چاپ شده براتون بخونم. مه و سالها هرچه بر ما گذشت، طرفکاه و اندوه افزا گذشت. شب و روزها از پی یکدیگر، امید افکن و عمر فرسا گذشت. مه و سال با ای فسوسا رسید، شب و روز با ای دریغا گذشت. غم هستی من که جز غم نداشت، شتابان رسید و شکیبا گذشت. اگر بود شادی که هرگز نبود، چو برق آمد و برق آسا گذشت. رسید از غم و درد جانم به لب، به من لحظه و ساعتی تا گذشت. نداند کسی جز من و روز و شب، که بر من چه روز و چه شبها گذشت. نداند کسی جز من و روز و شب، که بر من چه روز و چه شبها گذشت. چه حاصل ز دیروز و امروز من، که این هر دو در فکر فردا گذشت. به شبهای عمرم که از دیر باز، به یاد تو ای ماه سیما گذشت. ز خود پرسم آیا سپیده دمید، شب هجر باقی بود یا گذشت. به خود گویم از بحر تسکین درد، اگر چند درد از مداوا گذشت. مخور غم که گویا سپیده دمید، شب تیره هجر گویا گذشت. بد و خوب مخور غم که این زندگی هرچه بود، بد و خوب یا زشت و زیبا گذشت. بلی عمر من روز و شب سال و ماه، بسی سخت بگذشت اما گذشت. بلی عمر من روز و شب سال و ماه، بسی سخت بگذشت اما گذشت. گذشتم ز هستی که در روزگار، توان رستن از هر غمی با گذشت. ز مهر تن توبه سوز تو نیز، گذشتیم و شوق تمنا گذشت. تواند کشد دست از ناکسی، کسی کز سر جمله دنیا گذشت. به ما هرچه کردی و خواهی بکن، ز تو ما گذشتیم و از ما گذشت. ولی از تو میپرسم ای سنگ دل، که از تو خدا خواهد آیا گذشت. روان استاد عزیزمان شاد یاد نامشون تا ابد گرامی.